تصاویر تازه لطیفه عزیزی با مادرش در امریکا و رقص جالب لطیفه عزیزی که اصلا باورتان نمی شود. مادر لطیفه عزیزی چی طور به امریکا رفته است؟ تازه ترین تصاویر و ویدیوهای لطیفه عزیزی که اصلا شوکه کننده است. لطیفه عزیزی در امریکا مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام و کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. لطیفه عزیزی هنرمند موفق و ناماشنای کشور، یکی از چهره‌های مشهور صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک، این روزها نام و شهرت لطیفه عزیزی از مرزهای افغانستان عبور کرده است و ای قرار است برای فیلم‌های امریکایی نقش بازی کند. لطیفه عزیزی بعد از رفتنش به کشور امریکا از راه هنر موسیقی دوری گزیده و برای برندهای مختلف لباس در امریکا مدلینگ می کند و کاملا لباسهای غربی بر تن کرده است که بارها مورد نقد و نظر علاقمندان و دوستدارانش قرار گرفته است. جدیداً لطیفه عزیزی تصاویر تازه‌اش را در صفحات مجازی نشر کرده است که وی با مادرخواندش می باشد و این مادرخواند لطیفه عزیزی امریکایی است. لطیفه عزیزی ابراز محبت و دوستی برای این خانم کرده است و بیان کرده از مادرم هم کرده برایم بیشتر ارزش دارد. لطیفه عزیزی برای دوستداران و طرفدارانش ابراز کرده است و برای همیشه از هنر موسیقی خداحافظی کرده است و پلان‌های بزرگتر از هنر موسیقی برای زندگیش دارد. لطیفه عزیزی با یک برادرش در کشور امریکا زندگی می کند و بارها کمک‌های خود را برای مردم افغانستان در ولایت زیبای پل خمری و مزار شریف انجام داده است. من آرزوی خوشبختی و سعادت برای لطیفه عزیزی از بارگاه عزت لایزال خواهانم. دوستان و همراهان همیشگیم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و طرفداران لطیفه عزیزی به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامت برای هر یک از شما نازنینان آرزو دارم. تا درودی دیگر، امیدتان را به علای منان سپردم. موفق و کامگار باشید.